5 قانون طلا. یک کیف پر از سکه های طلا یا یک لوح از سخنان حکمت آموز. اگر حق انتخاب داشتی، کدام یک را انتخاب می کردی؟ چهره‌های آفتاب سوخته به دور آتشی در بیابان داشتند با علاقه فراوان به حرفهای کالاباب گوش می‌دادند. همه با هم یک صدا گفتند طلا. کالاباب لبخند معنی‌داری زد. دستش رو به نشونه سکوت بالا برد و ادامه داد. گوش کنید. به صدای سگ‌های وحشی گوش کنید. آنها زوزه می‌کشند چون شکم‌هایشان گرسنه است. اما همین که به آنها غذا داده شود چه می‌کنند؟ شروع به جنگ و دعوا می‌کنند بدون آن که فکر کنند که فردایی هم خواهد آمد. درست مثل بچه‌ها از دانش چشم می‌پوشند و طلا را به هدر می‌دهند. فردا زوزه می‌کشند چون دیگر طلایی ندارند. کسانی طلا را حفظ خواهند کرد که از قوانین آن آگاه باشند. کالاباب عبای بلند و سفیدش رو به دور پاهای لاغرش جمع کرد و به روی قالیچه‌ای نشست. با اشاره به تک تک خدمتکارهای خودش گفت: هر یک از شما به من کمک‌های زیادی کرده اید. تو در سفرهای طولانی صادقانه به من خدمت کرده ای. تو از شترهایم خیلی خوب مراقبت نموده ای. تو بی هیچ شکایتی در میان شنهای گرم بیابان زحمت کشیده ای و راه را پیدا کرده ای و تو در مقابل راهزنان غارتگر با شجاعت تمام جنگیده ای و من به پاس زحماتی که برای من کشیده اید امشب 5 قانون طلا را حکایت خواهم کرد. میدانم که این حکایت را تا به حال نشنیده اید. با دقت به سخنانم گوش کنید، چرا که اگر مفاهیم آن را بگیرید در آینده طلای زیادی خواهید داشت. کالاباب مکث تاثیرگذاری کرد. ستاره‌های درخشان مثل الماس‌های شفاف در آسمان شب برق می‌زدند. جمعیت در بیرون خیمه‌ها در حلقه‌ای دور هم نشسته بودند. در کنار خیمه‌ها شترهای خسته بر روی شنها لم داده بودند و نشخوار می‌کردند. باربند بلند گفت: کالاباب، ما از تو داستانهای بسیار حکمت آموزی شنیده ایم. خدمت ما به تو روزی تمام خواهد شد، اما حکمت تو چراغ همیشه فردای ماست. بله، قبلا از ماجراهای عجیبی که در سفرهایم پیش آمده بود برایتان تعریف کردم. اما امشب میخواهم از آرکاد عاقل و پولدار صحبت کنم. باربند ضمن تصدیق گفت: وصف او را خیلی شنیدم، زیرا او پولدارترین مردی بوده که در بابل زندگی می کرده است. او پولدارترین مرد بود و علت آن به خاطر عاقلانه برخورد کردن او در راه‌های رسیدن به طلا بود. حتی پیش از او کسی مثل او نبوده است. امشب من از دانش بی‌نظیرش که از نماسیر پسرش شنیدم نقل می‌کنم. سالها پیش زمانی که من نوجوان بودم یک شب با استادکارم چند قالیچه به کاخ نماسیر بردیم. پس از انتخاب قالیچه مورد نظر خود آرکاد از ما خواست تا بمانیم و با او بهترین شربت سرک انگبین را بخوریم. سپس او از حکمت بی‌نظیر پدرش آرکاد شروع به صحبت کرد که من برای شما نقل می‌کنم. چنانچه می‌دانید در بابل رسم بر این است که فرزندان ذکور خانواده‌های ثروتمند نزد پدر و مادرشان زندگی کنند و اموال و دارایی پدر را به ارث می‌برند. آرکاد این رسم را دوست نداشت. از این رو وقتی نماسیر جوانی برومند شد خطاب به او گفت: فرزندم، آرزوی من این است که تو همه اموال و دارایی مرا به ارث ببری، ولی قبل از آن تو باید ثابت کنی که میتوانی عاقلانه آن را اداره کنی. بنابراین میخواهم که سفر کنی و توانایی خودت را در به دست آوردن پول و دارایی نشان دهی و همینطور در میان مردم صاحب احترام شوی. برای اینکه شروع خوبی داشته باشی 2 چیز را در اختیار تو قرار میدهم که حتی خود من هم برای شروع از این 2 محروم بودم و با دست خالی آیندم را ساختم.
اول کیسه‌ای پر از طلاست که مصرف عاقلانه آن میتواند پایه و اساس موفقیت‌های تو در آینده باشد. دوم لوحی گلی است که بر آن 5 قانون طلا حک شده است. اگر آنها را در عمل پیاده کنی، مطمئناً آنها برای تو شایستگی و امنیت به ارمغان خواهند آورد. 10 سال فرصت خوبی است تا آینده خود را بسازی و به پیش ما بازگردی. اگر شایستگی خودت را نشان دادی، من تو را وارث اموال و دارایی خودم می کنم. بنابراین نماسیر با کوله‌ای از طلا و لوح گلی به راه افتاد. پس از 10 سال نماسیر چنانچه قرار گذاشته بود به خانه پدر بازگشت. در آنجا مهمانی با شکوهی با حضور دوستان و اقوام به افتخار او برپا شده بود. پس از شام پدر و مادر بر صندلی‌های سلطنتی خود نشستند و نماسیر در مقابل آنها ایستاد تا در مورد آنچه بر او گذشته بود صحبت کند. پاسی از شب گذشته بود. فضای اتاق با نور کم چراغ‌های نفتسوز روشن شده بود. برده‌ها با لباس‌های سراسر سفید رنگ با برگ‌های نخل مشغول باد زدن بودند. عظمت شاهانه در جای جای خانه سایه افکنده بود. همسر نماسیر و 2 پسر کوچیکش به همراه دوستان و دیگر اعضای خانواده پشت سر او روی قالیچه نشسته بودند. او با احترام سخنان خودش رو آغاز کرد. پدرجان، من در پیشگاه دانش شما تعظیم می کنم. 10 سال پیش در آستانه جوانی به امر شما به میان مردم رفتم تا زندگی شرافتمندانه ای را تشکیل دهم. شما سخاوتمندانه طلای خود را به من دادید و چه سخاوتمندانه دانش خود را در اختیار من قرار دادید. اما حیف از طلاها. در اینجا باید به بی‌درایتی خود اقرار کنم. در واقع طلاها از دستان بی تجربه من ناپدید شدند، همانند خرگوشی تیزرو که در اولین فرصت از دست آدمی فرار می کند. پدر تبسمی کرد و با مهربانی گفت: ادامه بده پسرم، دوست دارم همه جزئیات را برایم شرح دهی. پدر جان، من برای پیدا کردن کاری مناسب تصمیم گرفتم به نینوا بروم. در راه دوستان زیادی پیدا کردم، از جمله 2 مرد که یک اسب سفید داشتند، اسب سفیدی که به سرعت باد حرکت می‌کرد. آنها با اطمینان به من گفتند که در نینوا یک مرد ثروتمند صاحب اسبی تندرست و بر این باور است که هیچ اسبی به پای او نمی‌رسد. او حاضر است بر سر هر مبلغ کلانی شرط بندی کند، چون اسبش از همه اسب‌های بابل تندتر می‌رود. اما آن 2 بر این عقیده بودند که اسب تیزروی آنان هرگز شکست نخواهد خورد. آنها به من لطف کردند و مرا با خودشان برای شرط بندی بردند. شور و هیجان زیادی داشت، اما اسب سفید بدجوری باخت و من بیشتر طلاهایم را از دست دادم. بعدها برای من روشن شد که این 3 نفر با هم همدست و در شرط بندی با هم شریک بودند. من از این حقه زیرکانه اولین درسم را گرفتم که بیشتر حواسم را جمع کنم و مراقب باشم. چیزی نگذشته بود که درس تلخ دیگری گرفتم. در کاروان مرد جوان دیگری بود. با او دوست شدم. او هم پدر و مادر متمولی داشت و مثل خود من برای پیدا کردن موقعیت مناسب به نینوا سفر کرده بود. چیزی از رسیدن ما نگذشته بود که او گفت تاجری فوت کرده و حجره‌اش با کالاهای گران قیمت یک جا به مبلغ بسیار خوبی فروخته می شود. قرار شد به طور مساوی با هم شریک شویم، اما او گفت اول باید به بابل برود تا با طلا برگردد. او مرا متقاعد کرد که آن را با طلای خودم بخرم و بعداً برای ادامه کار از طلای او استفاده شود. او به بهانه‌های مختلف سفر خود را به بابل به تأخیر انداخت. در این هنگام متوجه شدم که فردی فریب خورده و احمق هستم. او را بیرون انداختم، اما دیگر فایده ای نداشت. کار و کاسبی خراب شده بود، چون کالاهای ما مشتری نداشت و دیگر برای خرید اجناس جدید هم هیچ طلایی نداشتم. اجناس باقی مانده را به مبلغ ناچیزی به یک اسرائیلی فروختم. خیلی زود روزهای تلخ از راه رسیدند. به دنبال کار گشتم، اما پیدا نکردم. از آنجا که مهارتی نداشتم که با آن کاری شروع کنم، درمانده و مانده بودم.
بالاخره جامه اضافه ام را فروختم تا خرج خوراک و جایی برای خواب پیدا کنم. روزهای تلخ بر سرم سایه افکنده بود، اما در این روزهای سخت این اعتماد شما بود که به من دلگرمی میداد. شما از من خواستید تا برای خودم مردی شوم. این یادآوری باعث شد که من برای رسیدن به موفقیت قدمهایم را مصمم‌تر بردارم. در همین موقع به یاد لوحی افتادم که شما به من داده بودید، یعنی 5 قانون طلا. اگر از اول به دنبال دانش رفته بودم، اینقدر ضرر نمی کردم. همه قانونها را یاد گرفتم و تصمیم گرفتم که اگر یک بار دیگر الهه شانس مرا مورد توجه قرار دهد، تنها با استفاده از دانش و تجربه بزرگان اقدام جدیدی را شروع کنم، نه به حرف جوانان بی تجربه. حال بیایید به دانش حکیمانه پدرم گوش کنید. 5 قانون طلا. اولین قانون طلا این است که مقدار طلا برای کسی افزایش می‌یابد که حداقل 1/10 از درآمد خود را به جهت فراهم آوردن سرمایه‌ای برای آینده خود و خانواده‌اش کنار بگذارد. به این ترتیب طلا مایه خوشحالی می‌شود. دومین قانون طلا این است که فرد عاقل برای طلای خود کاری سودآور فراهم می‌کند. آنگاه طلا با جدیت و آسودگی خاطر چند برابر می شود، درست مثل گله گوسفندان در چراگاه. و اما سومین قانون طلا این است: فرد محتاط ضمن آن که به فکر حفظ و نگهداری طلاست، سرمایه گذاری آن را زیر نظر افراد عاقل و کاردان انجام می دهد. چهارمین قانون طلا این است: اگر فرد طلای خود را در کاری سرمایه گذاری کند که هیچ آگاهی نسبت به آن نداشته باشد یا آن را به دست افراد ناشی بسپارد، بیشک طلای او از دست خواهد رفت. و آخرین و پنجمین قانون طلا این است: طلا به باد می رود اگر صاحب آن برای درآمدهای نامعقول از آن استفاده کند یا با اعتماد به افراد شیاد و کلاهبردار یا افراد بی تجربه یا بر پایه آرزوهای غیر واقعی و رمانتیک طلای خود را سرمایه گذاری کند. این 5 قانون طلایی را که شنیدید، 5 قانونی است که پدرم نوشته است و ارزش آن را در ادامه داستان به شما نشان خواهم داد. پدر، من به شما از عمق فقر و ناامیدی خودم گفتم که هر دو ناشی از خامی و بی تجربگی من بود. با وجود این، هیچ گرهی از مشکلات نیست که به دست انسان خردمند باز نشود. وقتی کار پیدا کردم، دیگر آن دوران تلخ به پایان رسید. مدیریت ساخت دیوار شهر بر عهده من قرار گرفت. با بهره‌گیری از قانون اول طلایی، من یک سکه مسی از اولین درآمدم را پسنداز کردم. در هر فرصتی که توانستم به آن پسنداز اضافه نمودم تا اینکه مقدار آن به 1 عدد سکه نقره رسید. البته روند کندی بود که برای خودش 1 عمر زندگی است. اذعان می‌کنم که با اکراه خرج می‌کردم، چون می‌خواستم که حتما پیش از تمام شدن 10 سال طلای شما را برگردانم. روزی رئیس برده‌ها که با هم رفیق شده بودیم به من گفت: معلومه تو خیلی جوان صرفه‌جو مقتصدی هستی که همه خرج‌هایت از روی حساب و کتاب است. آیا از درآمدت تا حالا طلا هم کنار گذاشته‌ای؟ من جواب دادم: آری، این بزرگترین آرزوی من است که طلایی که پدرم داده بود و از دست دادم زودتر به او پس بدهم. این آرزوی با ارزشی است. واقعا این فکر تو قابل تحسین است. هیچ میدانی که این طلا که پس انداز کرده ای میتواند برای تو کار کند و طلای خیلی بیشتری را برای تو کسب نماید؟ خب من همه طلاهای پدرم را به باد دادم. میترسم که همین بلا دوباره سرم بیاید. اگر تو به من اعتماد داری، پیشنهادی به تو میدهم که با آن سود خوبی به طلای تو تعلق میگیرد. طی 1 سال دیوار بیرونی شهر کامل خواهد شد و برای محافظت شهر از حمله دشمنان باید بر سر هر ورودی دروازه‌ای بزرگ از جنس برنز نصب شود. در سراسر نینوا فلز کافی برای ساخت این دروازه‌ها
وجود ندارد و پادشاه هم هنوز فکری برای تهیه آنها نکرده است. نقشه من این است: یک گروه از ما طلایمان را روی هم بگذاریم و یک کاروان به معادن مس و قلع که از اینجا خیلی دور است بفرستیم تا فلزها را به نینوا بیاورند. وقتی پادشاه فرمان می‌دهد که دروازه‌های بزرگ را بسازید، تنها ما می‌توانیم فلزها را در زمان و به میزان لازم فراهم آوریم. به این ترتیب پول زیادی به ما داده می‌شود. حتی اگر پادشاه هم از ما نخرد، ما هنوز خود فلز روی داریم که از فروشان پول خوبی می‌توانیم به دست آوریم. این پیشنهاد فرصت خوبی برای پیروی از قانون سوم، یعنی سرمایه گذاری پسندازم با راهنمایی افراد عاقل و با تجربه بود. دیگر ناامید نبودم. نتیجه کار با ذخیره مشترکمان بسیار موفقیت آمیز بود و ذخیره اندک طلای من با این معامله به شدت افزایش یافت. درست در همین هنگام به عنوان عضوی از همین گروه برای سرمایه گذاری در کارهای دیگر پذیرفته شدم. آنها در زمینه کارهای سودآور با طلا بسیار عاقلانه تصمیم می گرفتند و پیش از اجرای هر برنامه‌ای آن را با دقت بررسی می کردند. در حفظ اصل سرمایه بسیار احتیاط می کردند و از قراردادهایی که سودآور نبود اجتناب می نمودند و هرگز ریسک نمی کردند. کارهای احمقانه‌ای مثل شرط بندی بر سر اسب‌های مسابقه‌ای و شرکت در آنچه من از روی بی تجربگی به سراغ آن رفته بودم به هیچ عنوان در بین آنها جایی نداشت. آنها بلافاصله نقاط ضعف خود را به یکدیگر گوشزد می‌کردند. به واسطه همکاری با این افراد یاد گرفتم که سرمایه گذاری سالم و ایمن نتایج سودآوری در پی خواهد داشت. همچنان که سالها می‌گذشت سرمایه من به سرعت بیشتر و بیشتر می‌شد. نه تنها همه آنچه را از دست داده بودم به من بازگشت، بلکه بسیار بیشتر از آن را توانستم به دست آورم. پدر عزیزم، من بارها و بارها چه در زمان گرفتاری و بدشانسی و چه در زمان خوششانسی و موفقیت این 5 قانون طلایی را امتحان کردم و در هر امتحانی حقیقت آنها به من ثابت شد. کسی که از این 5 قانون بی خبر باشد هرگز به طلا نمی رسد، یا اینکه بلافاصله آن را از دست می دهد. اما کسی که از این 5 قانون پیروی کند، طلایش به مانند برده‌ای وظیفه شناس برای او کار می کند. نماسیر سخن خودش را قطع کرد و به برده اشاره کرد. برده بلافاصله با خودش 3 کیسه سنگین آورد. یکی از اونها رو نماسیر برداشت و در پیش پای پدر قرار داد و خطاب به اون گفت: شما به من کیسه ای از طلا دادید، طلای بابل. به جای آن من 1 کیسه طلای هموزن از نینوا به شما می دهم. شما به من لوحی گلی دادید که بر آن کلام حکمت آموز شما حکاکی شده بود. به جای آن من 2 کیسه طلا به شما می دهم. نماسیر این را گفت و 2 کیسه را پیش پای پدر نهاد و گفت: با این کار خواستم بگویم که ارزش دانش شما چقدر بیشتر از ارزش طلای شماست. اما چه کسی اندازه کیسه های طلا را برابر با ارزش دانش می داند؟ بدون حکمت و دانش طلا خیلی زود از دست می رود، اما با حکمت و دانش می توان طلا را به دست آورد. همچنان که این 3 کیسه پر از طلا به شما ثابت می کند. پدر جان، حقیقتا این لحظه بهترین لحظه زندگی من است که در پیشگاه شما ایستاده‌ام و به شما میگویم که به خاطر دانش ارزشمند شماست که من توانستم ثروتمند شوم و مورد احترام دیگران قرار بگیرم. پدر دست خود رو با مهربانی بر سر نماسیر قرار داد و گفت: تو درست را خوب یاد گرفتی و من حقیقتا خوشبختم که چنین پسری دارم و میتوانم با افتخار ثروتم را به او واگذار کنم. کالاباب داستان خود را تمام کرد و با دقت به حاضران نگاه کرد. در ادامه گفت: این داستان نماسیر برای شما چه مفهومی دارد؟ کدام یک از شما میتواند نزد پدر خود یا پدرزن خود برود و بگوید که با درآمدش چه کارهای عاقلانه‌ای کرده است؟
و شما به این مردان محترم میگویید من سفرهای زیادی کردم و چیزهای زیادی یاد گرفتم و کار زیاد کردم. درآمد زیادی کسب نمودم، اما افسوس طلای کمی دارم. کمی عاقلانه خرج کردم، کمی احمقانه خرج کردم و بیشتر آن را با بیعقلی از دست دادم. آیا هنوز فکر می‌کنید که تقدیر و سرنوشت باعث می‌شود که برخی طلای فراوان داشته باشند و برخی دیگر هیچ نداشته باشند؟ کسانی طلای زیاد دارند که از 5 قانون طلا آگاهی داشته باشند و آنها را به کار گیرند. من این 5 قانون را در جوانی یاد گرفتم و از آنها پیروی کردم و توانستم یک تاجر ثروتمند شوم. ثروتی که به سرعت به دست می آید، به همان سرعت هم از دست می رود. ثروت پایدار زاده دانش و اراده راسخ است. پس بدانید که یک شبه به دست نمی آید و به تدریج حاصل می شود. کسب ثروت تنها از عهده کسانی برمی آید که از فکر خود استفاده بهینه می کنند. با رعایت و اجرای 5 قانون طلایی از پاداش گرانقدری برخوردار می‌شوی. هر یک از این 5 قانون دارای مفاهیم پرباری است و برای همین دوباره آنها را تکرار می‌کنم. قانون اول طلایی: مقدار طلا برای کسی افزایش می‌یابد که حداقل 1/10 از درآمد خود را به جهت فراهم آوردن سرمایه‌ای برای آینده خود و خانواده‌اش کنار بگذارد و به این ترتیب طلا مایه خوشبختی می شود. کسی که همیشه 1/10 از درآمدش رو پسنداز کنه و اون پسنداز رو عاقلانه سرمایه گذاری کنه، مطمئناً دارایی با ارزشی به دست خواهد آورد. با این دارایی میتونه درآمدی برای آیندهش فراهم کنه و در صورتی که از این دنیا بره پشتوانه ایمنی برای خانواده‌اش خواهد بود. این قانون همیشه میگه که طلا با خوشحالی نزد چنین فردی میاد. حقیقتاً همه ما این نکته رو در زندگی خودمون شاهد بودیم که هرچه بیشتر پسنداز میکنیم درآمد بیشتری کسب میکنیم و این عملکرد قانون اول طلاست. قانون دوم طلایی: صاحب عاقل برای طلای خود کاری سودآور فراهم میکند. آنگاه طلا با جدیت و آسودگی خاطر چند برابر می شود، درست مثل گله گوسفندان در مراتع. کسی که طلای خودش رو پسنداز کرده با مغتنم شمردن فرصتی مناسب اونو به استفاده سودآور تبدیل خواهد کرد. به این ترتیب بعد از چند سال سرمایش چند برابر خواهد شد. قانون سوم طلایی: فرد محتاط ضمن آنکه به فکر حفظ و نگهداری طلایش است، سرمایه گذاری خود را زیر نظر افراد عاقل و کاردان انجام می‌دهد. در واقع طلا به دست صاحبان محتاط خود میچسبه و در مقابل از دست صاحبان بی احتیاط فرار میکنه. کسی که به دنبال توصیه مردان عاقل زود یاد میگیره که سرمایش رو به خطر نندازه و فقط در جای امن اون رو نگهداری کنه و با رضایت خاطر از افزایش دائمی اون لذت ببره. قانون چهارم طلایی: اگر فرد هیچ آگاهی نسبت به سرمایه گذاری طلایش نداشته باشد یا آن را به دست افراد ناشی بسپارد، خیلی زود طلایش را از دست می‌دهد. به اون دسته از کسانی که طلا دارند اما هنوز هیچ مهارتی در زمینه کار با طلا ندارند، استفاده‌های بسیاری با سودهای کلان پیشنهاد داده میشه. اکثر این استفاده ها پر است از خطر ضرر و زیان و اگه توسط افراد عاقل و متبحر به طور کامل تجزیه و تحلیل بشن، نشون میده که هیچ سودی از اونها حاصل نمیشه. از این رو افراد بی تجربه با اعتماد به قضاوت‌های سطحی خودشون تلاشون رو در کار یا اهدافی سرمایه گذاری میکنند که با اون هیچ آشنایی ندارند و غالباً هزینه سنگینی رو بابت بی تجربگیشون پرداخت خواهند کرد. در حقیقت کسی عاقله که پسندازش رو به توصیه افراد ماهر و با تجربه سرمایه گذاری کنه. قانون پنجم طلایی:
پیشنهادهای تخیلی و غیر واقعی آواز خوشی است که همیشه به گوش افرادی که تازه صاحب طلا شده اند زمزمه می شود. این پیشنهادها وانمود می‌کنند که پس‌انداز شما از قدرتی جادویی برخورداره و قادر به ایجاد درآمدهای عجیب و باور نکردنیه. به شما وعده میدن که در مدتی کم سرمایه‌تون چندین برابر خواهد شد. باز هم به هشدار مردان عاقل گوش کن. اونها خطراتی رو که در پس این برنامه‌ها در کمین نشسته به خوبی شناسایی می‌کنند. هرگز مردان ثروتمند نینوا رو فراموش نکنید. اونها به هیچ قیمتی هیچ ریسکی رو قبول نمی‌کردند. در اینجا داستان 5 قانون طلا به پایان می‌رسد.